به نام خداوند سبحان. گپی دوستانه با مسئولان. شرکت پتروشیمی جم اصلویه یکی از مهمترین منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری این روزها به مدیریت فردی اداره می شود که خود در زمان رئیس جمهوری پیشین در سمت‌های عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه پترو ایران یعنی آقای علی بهشتیان دارای تخلفات محرز بوده و حتی با رأی دادسرای دیوان محاسبات کشور از محل خدمت خود اخراج گردیده. از دیگر تخلفات و ضعف‌های آشکار آقای علی بهشتیان، یک، به هدر دادن حجم عظیمی از گاز طبیعی بر اساس بی‌تدبیری ایشان به عنوان سرمایه ملی و بیت المال و سرپوش نهادن بر آن و مخدوم کردن پرونده طوری که سازمان بازرسی اطلاعات لازم را دریافت نکرد. دو، اجرای مناقصات غیرقانونی و فرمایشی در زمان مدیرعاملی در شرکت توسعه پترو ایران و سلیقه‌ای عمل نمودن در انتخاب پیمانکاران همسو با خودشان که همچنان از دید سازمان بازرسی به دور مانده به دلیل اینکه کمیسیون معاملات را با خود هماهنگ انتخاب می کردند و در جریان یک مناقصه عمومی کلان حتی از نمایندگان شرکت‌ها در بازگشایی درب پاکت‌ها دعوت نمی کردند و حق و اختیار کامل این امر را در دولت قبل داشتند. 3. انتخاب و انتصابات همسو با جریان خودشان و دادن اختیارات به افرادی که با منافع ایشان در تضاد نباشند. 4. و اکنون در پتروشیمی جم به محض ورود به صورت اتوبوسی اقدام به آوردن افراد همسو با خودشان نموده و این ابر پتروشیمی را به ملک خصوصی خود تبدیل نمودند. 5. تعطیل نمودن خودسرانه فاز 2 پتروشیمی جم و اخراج بیش از 600 نفر از قشر ضعیف و زحمتکش مردم منطقه به بهانه اقتصادی نبودن طرح و دامن زدن به نارضایتی عمومی منطقه. و جالب این که دوباره به این نتیجه رسیدند که این طرح اقتصادی است و باید اجرا شود، ولی بودجه آن تمدید نشده و 18 میلیون دلار پول بیت المال به علت بیکفایتی ایشان به هدر رفت. 6. مشتریان عمده پتروشیمی را به صورت سلیقه‌ای انتخاب می کنند، یعنی کار 70% واحد فروش را خودشان انجام می دهند و مشتریان خرده را به واحد فروش می سپارند. در نهایت تصمیمات انفرادی، لحظه‌ای، سلیقه‌ای و سودجویانه می گیرند. حال سوال از مسئولین محترم اینجاست: چه کسی یک مدیر متخلف دولت قبل را در دولت تدبیر و امید این مردم رنج کشیده به سر کار گمارده؟ آیا آزموده را دوباره آزمودن خطا نیست؟ چه کسی این همه اختیارات به او داده و در پس پرده چه عواملی هستند؟ وزیر محترم، بد نیست مسئولینتان برای انتصاب مدیران توجهی هم به عقبه افراد و آراء دیوان محاسبات خانه ملت داشته باشند. در پایان، تخلفات فنی، اقتصادی و آماری بسیاری در چند ماه مسئولیت ایشان در پتروشیمی جم وجود دارند که به اطلاع مسئولین محترم میرسانیم. بدرود.